من یه دوستی دارم که از بچگی با هم رفیق بودیم، با هم دوست بودیم. این کلا خانوادگی طرفدار دولت و نظام و اینا، از اینایی که برو رأی بده و فلان. و بعد یه بار داشتیم با هم صحبت میکردیم در مورد وضع موجود، اون میگفت زیادم بد نیست، باید تلاش کرد، بیشتر تلاش کنی درست میشه، حالا خدا بزرگه و اینا. حرف افتاد. بعد من تهش گفتم که آره ایشالا که خدا بزرگه، ما به این چیزا اعتقاد داریم، ولی خدا باعث و بانی وضع موجود رو لعنت کنه. برگشت گفت نه زشته این حرفو نزن فلان. گفتم مگه چی گفتم؟ گفتم خدا باعث و بانی وضع موجود رو لعنت کنه. یعنی ببین خودشون هم قبول دارن که باعث و بانی این وضع موجودن، هم دولت هم طرفداراش، ولی نمیخوان تو ظاهر قبول کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی همه جوره میدونن که مشکل این مملکت از اوناست، از دولته، از سوء مدیریته، ولی بازم تهش نمیخوان دیگه، نمیخوان برن کنار. به قول قالیباف میگفت که مشکل انقلاب نیست، مشکل ما مسئولینیم که داریم این انقلاب اداره میکنیم. خب اگه تو خودت میدونی مشکل داری، خب گورتو گم کن. چرا وایستادی داری خون مردم رو تو شیشه میکنی؟ یا آقای میرسلیم توی چیزا اعتراضات میگفت که 5 روزه میشه حکم اعدام داد، ولی بچه خودش با منافقین همکاری داشت، میگفت نه این نباید فلان بشه، اصلا مقصر نهادهای نظارتی هم، باید بچه من حساس، اینو ارشادش میکردن، نه باید رفعت به خرج بدیم. بچه تو هم میشد 5 روزه حکم اعدام داد. چرا این کار نکردین؟ فقط بچه های مردم. التماس تفکر دارم دوستان.